تصور اینکه تسوفنر میتواند و یا اجازه دارد ماری را هنگام لباس پوشیدن تماشا کند و یا وقتی در لوله خمیردندان را میبندد وراندازش کند، من را به شدت ناراحت میکرد. از طرفی تصور بی‌توجهی تسوفنر به منزله لباس پوشیدن ماری و یا بستن در لوله خمیردندان مرا میرنجاند. شماره تلفن تسوفنر روی یک تکه کاغذ که در دست داشتم یادداشت شده بود، اما هنوز تصمیم نداشتم که به او تلفن بزنم. تصور این موضوع که ماری با تسوفنر ازدواج کرده باشد چندان دور از ذهن به نظر نمی رسید. بعید نبود که ماری گوشی تلفن را برمی داشت و می گفت تسوفنر بفرمایید. این دیگر برایم غیر قابل تحمل بود. عقاید یک دلقک.